سلام رفقا، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از این سری که قراره بریم سراغ سنگین ترین سوالی که بشریت از اول تا الان باهاش درگیره. بعد از مرگ چی میشه؟ یعنی واقعا تهش چی میشه؟ خاموش میشیم؟ میریم بهشت و جهنم؟ تناسخ میشیم؟ روحمون جدا میشه؟ یا کلن هیچ اتفاقی نمیفته و سیاهی مطلقه؟ بذار اول بریم سراغ باورهای دینی. اکثر ادیان میگن مرگ پایان نیست، یه دروازه است. مخصوصا تو ادیان ابراهیمی مثل اسلام، مسیحیت و یهودیت. توی اسلام میگن بعد از مرگ یه چیزی هست به اسم برزخ، یه دنیای موقت تا روز قیامت برسه. اونجا روح‌ها منتظر میمونن و یه جورایی از روی اعمالشون قضاوت اولیه میشن. بعدش روز قیامت یه داوری نهایی هست و روح‌ها یا میرن بهشت یا جهنم. بهشت یه جور پاداشه، پر از نعمت، آرامش، نزدیکی به خدا. جهنم هم جایی برای کسایی که ظلم کردن، کفر ورزیدن، حق خوردن و غیره. خلاصه سزای اعمالشونه. ادیان دیگه چی میگن؟ توی هندویسم و بودیسم ماجرا فرق داره. اونجا بحث تناسخه، یعنی بعد از مرگ روح آدم وارد یه بدن جدید میشه. اگه آدم خوبی بوده باشی، روحت وارد یه زندگی بهتر میشه. اگه نه، ممکنه به شکل حیوان برگردی. این چرخه ادامه داره تا وقتی که به رهایی برسی، چیزی به اسم موکشا. حالا علم چی میگه؟ اینجاست که بحث یکم متفاوت میشه، چون علم نه میتونه اثبات کنه که زندگی پس از مرگ هست، نه میتونه کامل ردش کنه. ولی بیایم چند تا موضوع بررسی کنیم. تجربه های نزدیک به مرگ. خیلی از آدمایی که برای چند دقیقه مردن و بعد احیا شدن میگن یه تونل نور دیدن، صدای خاص شنیدن، حس پرواز داشتن یا حتی دیدن کسی که دوستشون داشته. ولی علم میگه اینا ممکنه ناشی از واکنش مغز به کمبود اکسیژن باشه. یعنی در واقع مغز داره با ترس مرگ مقابله میکنه و یه جور هالوسینیشن تولید میکنه. وقتی قلب از کار میفته، مغز برای چند دقیقه هنوز فعاله. دانشمندا دیدن حتی گاهی موجهای مغزی لحظاتی بعد از مرگ زیادتر میشن. آیا این یعنی روح هنوز فعاله یا فقط یه واکنش بیولوژیکه؟ حالا بریم سراغ فلسفه، عرفان و سوالهای بی جواب. فلاسفه قرنها درگیر این سوال بودن. مثلا اپیکور میگه وقتی ما هستیم مرگ نیست، وقتی مرگ هست ما نیستیم، پس چرا ازش میترسیم؟ عرفای خودمون مثل مولوی نگاهشون اینه که مرگ فقط عبور از یه مرحله است، یه سفره، نه یه پایان. تو عرفان مرگ یعنی بازگشت به اصل، یعنی یکی شدن با خدا یا هستی. یه نگاه شاعرانه ولی واقعاً تسکین دهنده. پس کدومشون درسته؟ حقیقت اینه که ما هنوز نمیدونیم. شاید مرگ پایان باشه، شاید هم یه دروازه است، شاید واقعاً روح داریم، شاید هم همه چیز فقط مغزه. ولی یه چیز قطعیه، مرگ بخشی از زندگیه و این سوال که چی میشه بعدش میتونه ما رو به آدم بهتری تبدیل کنه. چون اگه فکر کنیم یه روزی باید جواب پس بدیم، کمتر ظلم میکنیم، بیشتر مهربون میشیم و واقعی‌تر زندگی میکنیم. تو چی فکر میکنی؟ آیا زندگی بعد از مرگ هست یا نه؟ نظرت رو توی کامنت بنویس، حتی اگه با همه چی مخالفی. اگه این سبک ویدیو رو دوست داشتی لایک کن، سابسکرایب یادت نره و بفرست واسه کسی که از مرگ میترسه، چون شاید این ویدیو یه ذره آرومش کنه. تا ویدیوی بعدی، بدرود.